گرسنه داشت میمرد و کرکس سوی دیگر لاشه میخورد، کنارش هم کلاغی بهره میبرد، از آن مردار او هم جیره میخورد. جغد پیر دانایی در آنجا نظاره می نمود احوالشان را. عقاب پیر را کرکس چنین گفت بیا قدری بخور از لاشه ما، بخور تا اندکی قوت بگیری وگرنه ممکن است هر آن بمیری. عقاب اما نشد حاضر بخوردن، بهای امتناعش بود مردن. مهم باشد چگونه زیست کردن، نیرزد زندگی با یوغ گردن. گرسنه چون عقابی پیر مردن، به از مانند کرکس مرده خوردن. مهم باشد چگونه زیست کردن، نیرزد زندگی با یوغ گردن. گرسنه چون عقابی پیر مردن، به از مانند کرکس مرده خوردن. به جغد پیر دانا گفت کرکس، غرورش باعث مرگش شد و بس. اگرچه او همان شاه طیور است، ولی کن کرد ثابت بیشعور است. به لبخندی ملامت گونه اما به گفتا پاسخش را جغد دانا. عقاب است و شکار تازه خوردن، نباشد در مرامش لاشه خوردن. نه او مانند کرکس مرده خوار است، و نه مثل کلاغان پاشه خوار است. گرسنه مردنش مطلوب تر هست، ز عزت رو نمیشوید دمیده است. مهم باشد چگونه زیست کردن، نیرزد زندگی با یوغ گردن. گرسنه چون عقابی پیر مردن، به از مانند کرکس مرده خوردن. مهم باشد چگونه زیست کردن، نیرزد زندگی با یوغ گردن. گرسنه چون عقابی پیر مردن، به از مانند کرکس مرده خوردن.